مفتخریم که برای اولین بار در کشور دوره آموزش ساخت مینی کوادکوپتر رو برگزار میکنیم. دوره‌ای که آماده کردیم کاملترین و جامع‌ترین دوره آموزش ساخت مینی کوادکوپتر تو سطح اینترنت هست و تو این دوره روش‌های مختلف ساخت و کنترل انواع مختلف مینی کوادکوپتر رو به شما آموزش خواهیم داد. کوادکوپتر یه ربات پرنده عمود پروازه و به خاطر جذابیت زیادی که داره همه دوست دارن باهاش کار کنن و این مسئله کوچیک و بزرگم نمیشناسه. علاوه بر این کوادکوپترها کنار جذابیت زیادی که دارن کاربردها و قابلیت‌های زیادی هم دارن که این موارد با هم باعث شده که خیلی مورد توجه قرار بگیرن. حالا اگه خودمون بیایم کوادکوپتر رو درستش کنیم، لذت و جذابیت کار با کوادکوپترها چند برابر میشن. بهتون اطمینان میدم که ساخت کوادکوپتر از به پرواز در آوردنش خیلی لذت بخش‌تره. کوادکوپترها عمدتاً با موتورهای براشلس ساخته میشن، ولی ساخت کوادکوپترهای براشلس یه سری مشکلات و مسائل پیش روی ما میذاره. موتورهای مورد استفاده در کوادکوپترهای براشلس یعنی موتورهای براشلس و درایورهاشون قیمتشون خیلی بالاست. همین مسئله باعث میشه که هزینه ساخت یک کوادکوپتر براشلس کاملا معمولی خیلی زیاد بشه و به خاطر این قیمت بالای ساخت خیلی از افراد قید کار کردن با کوادکوپترها رو میزنن و از این لذت ساخت و پرواز کوادکوپتر محروم میشن. برای کاربری که تازه میخواد کار با کوادکوپترها رو شروع کنه و کنترل کوادکوپتر رو یاد بگیره، به صرفه نیست ابتدا بره سراغ ساخت کوادکوپترهای براشلس، چون کنترل کوادکوپتر براشلس کمی سخته و تا کاربر کنترلش رو به صورت کامل یاد میگیره ممکنه یه سری تصادفات با کوادکوپتر انجام بده و قطعات کوادکوپتر خراب بشن و به دلیل اینکه این قطعات کوادکوپترهای براشلس گران قیمت هستن، برای کسی که هنوز نمیتونه به صورت کامل کوادکوپتر رو به پرواز در بیاره و کنترل کنه، ساخت کوادکوپتر براشلس صرفه اقتصادی نداره. یه مسئله دیگه‌ای که تو ساخت کوادکوپترهای براشلس وجود داره اینه که قطعات مربوط به این کوادکوپترها تو بازار خیلی کمیاب هستش و به سختی میشه قطعات لازم برای ساخت یک کوادکوپتر براشلس رو جمع کرد و اون رو ساخت و همین محدودیت ها باز هم دست و بال کاربر رو تو ساخت کوادکوپتر براشلس میبنده و تو پیدا کردن قطعات کوادکوپتر براشلس محدودیت های زیادی وجود داره. ما برای اینکه همه افراد بتونن با هزینه خیلی کم و بدون دغدغه کوادکوپتر خودشون رو بسازن و لذت پرواز با کوادکوپتر رو تجربه کنن و کنترل کوادکوپتر رو یاد بگیرن، اومدیم چند ورژن مختلف از مینی کوادکوپترها رو طراحی کردیم و آموزش کامل ساختشون رو برای شما آماده کردیم تا با استفاده از این آموزش ها بتونید به سادگی و با هزینه خیلی پایین برای خودتون کوادکوپتر ارزون قیمت بسازید و لذت ساخت و پرواز رو تجربه کنید و کار با کوادکوپتر رو یاد بگیرید. همچنین اومدیم قطعات مورد نیاز برای ساخت این مینی کوادکوپترها رو براتون تامین کردیم که از بابت تهیه قطعات و همچنین کیفیت قطعاتی که دستتون میرسه هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید و با خیال راحت ساخت کوادکوپتر رو شروع کنید. ما تو این آموزش ها اومدیم مینی کوادکوپترها رو با استفاده از موتورهای ارزون قیمت ولی قدرتمند کورلس ساختیم. هزینه ساخت کوادکوپتر کورلس به طور قابل توجهی از هزینه ساخت کوادکوپترهای براشلس کمتره و به همین دلیله که همه افراد میتونن با هزینه خیلی کم برای خودشون مینی کوادکوپترهای جذابی که طراحی کردیم رو بسازن و هم از ساختش لذت ببرن هم از به پرواز در آوردنش. همونطور که گفتیم ما اومدیم ورژن های مختلفی از مینی کوادکوپتر رو طراحی کردیم تا به این ترتیب کاملترین و جامع‌ترین دوره تو سطح اینترنت رو خدمت شما ارائه داده باشیم. دو تا از ورژن های طراحی شده از مینی کوادکوپتر قابلیت کنترل با موبایل رو دارن. یکیش رو با بلوتوث میشه کنترل کرد و یکیش رو با وای فای.
تو این مینی کوادکوپترها کاربر میتونه به سادگی با موبایلش و با اپلیکیشنی که روی گوشیش نصب میکنه بدون نیاز به رادیو کنترل جانبی به صورت بی‌سیم از طریق بلوتوث یا وای فای به کوادکوپترش وصل بشه و اون رو با موبایلش به پرواز در بیاره و کنترل کنه. کنترل کوادکوپتر با موبایل خیلی هیجان انگیز و جذابه، مگه نه؟ دو ورژن دیگه از مینی کوادکوپترهایی که طراحی کردیم رو میشه با رادیو کنترلی که خودمون طراحی و از ساختش رو انجام دادیم کنترل کنیم که تو این دوره ها آموزش ساخت رادیو کنترل دستساز رو هم بیان میکنیم. توسط رادیو کنترل میتونیم کوادکوپتر رو تو مسافت‌های بالایی کنترل کنیم. رادیو کنترلی که تو این حالت برای کنترل مینی کوادکوپترها طراحی کردیم کلیدهای تریم دیجیتال داره. بعداً در خصوص کلیدهای تریم دیجیتال در ادامه این ویدیو صحبت میکنیم. به این ترتیب شما میتونید روش‌های مختلف ساخت و کنترل مینی کوادکوپتر رو از طریق دوره‌هایی که برای شما تدارک دیدیم آموزش ببینید و مینی کوادکوپترهای خودتون رو با قیمت خیلی پایینی بسازید و از لذت ساخت و به پرواز درآوردن این مینی کوادکوپترها بهره مند بشید. دوره‌هایی که برای ساخت مینی کوادکوپتر برای شما آماده کردیم حاصل چندین ماه طراحی و تست ورژن‌های مختلف کوادکوپتر هستند. تو این راه ما با چالش‌های زیادی مواجه شدیم و مسائل غیرمنتظره زیادی حین طراحی، ساخت و خصوصاً کنترل این مینی کوادکوپترها خودشون رو نشون دادن. چندین ماه طول کشید تا تونستیم به این چالش‌ها غلبه کنیم و مشکلاتی که وجود داشت رو حل کنیم تا به امروز که در خدمت شما هستیم و این دوره‌های آموزشی رو برای ساخت مینی کوادکوپتر برای شما آماده کردیم. ورژن‌های مختلفی از مینی کوادکوپترها رو طراحی کردیم، قطعات زیادی رو خراب کردیم و هزینه‌های زیادی رو متحمل شدیم تا نهایتاً به ورژن‌های پایدار از مینی کوادکوپترها رسیدیم که هم هزینه ساخت پایینی داشته باشن و هم پرواز خوبی داشته باشن. نتایج چندین ماه کار و تحقیق در خصوص طراحی و ساخت مینی کوادکوپترها رو داخل این دوره‌های آموزشی به شما انتقال میدیم تا بتونید بدون هزینه کردن اضافی و در سریع‌ترین زمان ممکن انواع مختلف مینی کوادکوپتر رو برای خودتون بسازید و هم از ساختش لذت ببرید و هم از به پرواز درآوردن و کار کردن با این مینی کوادکوپترها. یه ورژن از مینی کوادکوپتری که طراحی کردیم رو میتونیم با استفاده از بلوتوث کنترل کنیم. کاربر میتونه با موبایلش به این مینی کوادکوپتر از طریق بلوتوث وصل بشه و دستورات مورد نظرش رو با اپلیکیشنی که روی گوشی نصبه برای این مینی کوادکوپتر ارسال کنه و اون رو به پرواز در بیاره و کنترلش کنه. تو این حالت ما به رادیو کنترل جانبی نیاز نداریم و موبایل ما حکم رادیو کنترل ما رو داره و کاربر از طریق موبایلش دستورات رو برای مینی کوادکوپتر ارسال میکنه. اینجا چون به رادیو کنترل نیاز نداریم هزینه لازم برای ساخت مینی کوادکوپتر کاهش پیدا میکنه. این ورژن از مینی کوادکوپتر قدرت زیادی داره و میتونه بارهای سبک مثل دوربین‌های کوچک برای فیلم برداری رو هم حملش کنه. یه ورژن دیگه از مینی کوادکوپتری که طراحی کردیم رو میتونیم با استفاده از وای فای کنترل کنیم. کاربر میتونه با موبایلش و با اپلیکیشنی که روی گوشیش نصب میکنه به این مینی کوادکوپتر وصل بشه و اون رو از راه دور از طریق امواج وای فای به کنترل در بیاره و پروازش رو انجام بده. این ورژن هم که با موبایل کنترل میشه مثل ورژن قبلی به رادیو کنترل جانبی نیاز نداره و نیازی نیست برای ساخت رادیو کنترل هزینه کنیم و موبایل ما حکم رادیو کنترل رو داره. همونطور که مشاهده میکنید این ورژن از مینی کوادکوپتر اندازه کف دست هست و ابعاد بسیار کوچکی داره. ورژن دیگه ای از مینی کوادکوپترهایی که طراحی کردیم رو میتونیم با استفاده از رادیو کنترل جانبی که به صورت دستساز هست کنترل کنیم و اونا رو به پرواز در بیاریم. این ورژن از مینی کوادکوپتر و این ورژن از مینی کوادکوپتر رو ما میتونیم با استفاده از رادیو کنترل دستساز که آموزش ساخت این رو هم برای شما قرار دادیم کنترل کنیم و پروازشون رو انجام بدیم.
این رادیو کنترل دارای کلیدهای تریم دیجیتال هستش که در ادامه در خصوص این کلیدهای تریم دیجیتال صحبت میکنم. این دوتا ورژن از مینی کوادکوپترها هم از طریق رادیو کنترل قابل کنترل هستن. این ورژن همونطور که مشاهده میکنید خیلی کوچیکه و اندازه کف دست هست حدوداً و این ورژن بزرگتر هست و قابلیت حمل بارهای سبک مثل دوربین برای فیلم برداری رو هم داره. پس این دوتا از ورژن های مینی کوادکوپتر رو با استفاده از رادیو کنترل میتونیم کنترل کنیم و این دوتا ورژن از مینی کوادکوپترها رو با استفاده از موبایل و بدون نیاز به رادیو کنترل جانبی میتونیم به کنترل در بیاریم. همونطور که گفتیم رادیو کنترلی که طراحی کردیم برای کنترل از راه دور مینی کوادکوپترهامون دارای کلیدهای تریم دیجیتال هستش. کلیدهایی که اینجا مشاهده میکنید کلیدهای تریم دیجیتال این رادیو کنترل هستن که با استفاده از این کلیدهای تریم دیجیتال و با استفاده از قابلیت تریم دیجیتال میتونیم ترتیب بدیم که استیک های رادیو کنترل به صورت دقیق و تنظیم شده در بیان. یعنی با اونا میتونیم استیک ها رو کالیبره کنیم. مثلا فرض کنید شما فقط تراتل رو زیاد میکنید ولی تو این حالت کوادکوپتر به یکی از جهات ناخواسته حرکت میکنه. این یعنی که استیک های رادیو کنترلتون تنظیم نیست. با استفاده از این کلیدهای تریم دیجیتال به سادگی میتونید تنظیم این استیک ها رو انجام بدید طوری که اون حرکت ناخواسته خنثی بشه و حذف بشه. تنظیماتی که به این ترتیب انجام میدیم داخل حافظه دائمی این رادیو کنترل ذخیره میشن و نیازی نیست هر دفعه دوباره بیایم استیک ها رو کالیبره کنیم. این تنظیمات داخل حافظه ذخیره میشن و با خاموش روشن شدن از بین نمیرن. طراحی ظاهری این رادیو کنترل رو مشابه دسته های بازی PS5 طراحی کردیم تا در دستگیری این رادیو کنترل خیلی راحت باشه و به قول معروف خوش دست باشه که کاربر اذیت نشه و به راحتی بتونه به استیک ها و سایر کلیدهای این رادیو کنترل دسترسی داشته باشه. همچنین این رادیو کنترل داره یه سوکت هستش که از این طریق میتونیم رادیو کنترل رو به شارژر وصل کنیم و دیگه نیازی نیست که باتریاش رو جدا کنیم و جداگونه باتری رو به شارژ بزنیم. میتونیم از طریق این سوکت مستقیما رادیو کنترل رو به شارژر وصل کنیم تا شارژ بشه. برای راحتی هرچی بیشتر کاربرای سایت ما اومدیم قطعات ضروری و لازم برای ساخت ورژن های مختلف مینی کوادکوپتر رو خودمون وارد کردیم و اونا رو به صورت پک داخل سایت قرار میدیم تا کاربرای سایت از بابت تهیه قطعات و اینکه قطعاتشون کیفیت خوبی داشته باشه دغدغه و نگرانی نداشته باشن و بتونن به سادگی قطعات با کیفیت رو با قیمت کاملا مناسبی تهیه کنن. موتورهای کورلس تنوع زیادی دارن و سازنده های مختلفی هم دارن که همین امر باعث شده که کیفیت های مختلفی تو بازار ازش وجود داشته باشه. ما اومدیم بهترین قطعات رو به صورت پک برای شما آماده کردیم که هم قیمت مناسبی داشته باشه برای شما هم کیفیت بالایی داشته باشه. پس از این بابت نیازی نیست نگرانی و دغدغه داشته باشید. خلاصه اینکه ما تو این دوره اومدیم آموزش کامل و 0 تا 100 ساخت مینی کوادکوپترها رو برای شما آماده کردیم و پک قطعات رو هم برای شما در دسترس قرار دادیم که هیچ نگرانی و دغدغه‌ای از بابت ساخت مینی کوادکوپترهاتون نداشته باشید و لذت ساخت و لذت به پرواز در آوردن مینی کوادکوپترها رو بتونید تجربه کنید. داخل دوره ها میبینمتون. موفق.